خب سلام علیکم دوستان گرامی. اینک ما با شما در گفتار مستقیم در تلویزیون پیمان ملی تاجیکستان و موضوع صحبتمون موضوع تأسیس مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان است و امروز ما در میز گرد در استودیو در ورشا و با ما عظیم جان وهابوف کارشناس مسائل سیاسی، خب جمشید یاروف حقوق شناس تاجیک و بنده خودم هستم و در خط با ما محمد اقبال صدرالدین کارشناس عمومی علوم دینی و سیاسی و ظفر صوفی ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک قرار دارند. خب با همه دوستانی که ما پیش از برگزاری همین میز گرد صحبت میکردیم همه دلیل میآوردن که ما کارشناس علوم اقتصادی یا بانکی نیستیم و من یک دلیل به همه میارم که خب اگر حتی ما کارشناس بهترین بانکی کارشناس اقتصادی و بانکی رو پیدا کنیم، از روسیه باشد، از فرانسه باشد، از لهستان باشد، از کجای نباشد، جزئی ترین تحلیل رو در مسئله تاجیکستان نمیتواند، چون که تاجیکستان رژیم حکومت تاجیکستان این حکومتی است که اقدامایی رو میبردارد که برای فهمیش اینها تو باید شهروند تاجیکستان حداقل باشی و بهترش شهروند تاجیکی که با اینها سر و کار داشته است، یعنی با این حکومت، با این رژیم، با تجربه که این رژیم تا همین روز از خود نشان داده است شناس باشد. در این برای همین خوب میشد اگر کارشناسان اقتصادی ما تاجیکان امکان می داشتن در چنین صحبت ها شرکت کنند، لیکن همه ما می دانیم که چه پیامد خواهد داشت نفرانی که از داخل تاجیکستان و حتی از بیرون از تاجیکستان هم نفرانی اگر در چنین صحبت ها شرکت کنند مشکل برایشان ایجاد می شود، برای خویش تبارشان مشکل ایجاد می شود و ما امروز در موضوع همین مرکز پروسسینگی سبب های به این اقدام دست زدن خانواده رحمانوف صحبت خواهیم کرد. خب امروز الکی قریب 5 روز می شود که این مرکز پروسسینگی به کار شروع کرده است یا زیادتر و برای شهروندان تاجیکستان مشکل ایجاد شده است و تا کنون مردم تاجیکستان به پررگی درک نکرده است که این چه پیامد خواهد داشت و چه مشکلاتی را به بار خواهد آورد. خیلی که شاهد بودیم در مورد بلند برداشتن قیمت اینترنت مردم خیلی واکنش شدید کرد چون او را احساس میکرد، ولی این را شاید بعد 1 سال احساس کنند، شاید بعد نیم سال احساس میکنیم که چقدر مشکلات را اینها برای ما خلق کردند. از نگاه بنده این مرکز پروسسینگی مقصد اساسیش امروز از دوستان در اینجا فکر و عقیده شون را ابراز می دارند، ولی بنده برانم که یکی از سبب های اساسی تأسیس این مرکز این چه بگوییم همون پسنداز امروز در تاجیکستان اصلا وجود ندارد و اگر در بانک پسنداز نباشد بانک اصلا فعالیت کردن نمیتواند و اگر پسنداز نباشد شریکان خارجی، شریکان دیگر با این بانک ها همکاری نمی کنند، چون
اگر بانک پسندوس داشته باشد و مبلغ‌های خودی رو مبلغ‌های شهروندان رو جلب کردن نتواند برای فعالیتش طبیعی است که قرض‌های خارجی رو به دست آوردن نمیتواند. برای همین این مرکز پروسسینگی رو از نگاه من یکی از سبب‌ها برای جمع کردن مبلغ‌های شهروندان تاجیکستان در یک بانک و آن بانک هم تا جای درک دارم. این بانکی خود جمال الدین نورعلیف سپتامین بانک است که به نظر می رسد همه عملیات چون بانک ملی امکان عملیات گذراندن ندارد، امکان کار با عملیات های بانکی را ندارد و به نظر می رسد که سپتامین بانک در تاجیکستان مناپولیست اساسی همین 3.5 میلیارد 3 میلیارد 3.5 میلیارد مبلغی که وارد می شود به تاجیکستان محض توسط همین مرکز می گذرد و اکثرش به فکر باور بنده محض به واسطه همین سپتامین بانک می گذرد و شاید در روسیه امروز که میگویند که با کانتاکت هم کاری میکنند، بنده برام باورم که شاید با بانک امانتگذاری یعنی سبربانک روسیه شاید از ابتدا این مسئله بر موافقه شده است که اینها جرأت کردند با چنین نظام های روسیگی به یک چه بگوییم کنفلیکت وارد شوند و یک نظام کلانترین روسی را از بازار مبلغ های انتقالی شهروندان تاجیکستان بیرون رانند. و بنده حاضر صحبت رو با جمشید یوروف میتیم همچون حقوق شناس و البته که این کس و همه ما با تجربه که با این عائله داریم، با این خویش و تبار داریم در همه مسائل، چی در مسئله ما کارشناسی هوانوردی هم نیستیم ولی میدونیم که سامانیر چی کار میکند و اون کنفلیکتی که بین شرکت هواپیمایی روسیه و سامانیر شد و به عاقبتش به چه اومد و همه اون چیزایی که ما کارشناس یگان همین ساعه نبودیم، لیکن ما تجربه این عائله، تجربه این دامادها و خداها و اینا را خوب میدونیم. برای همین جمشید مرحمت شما درست قید کردید. البته کارشناس هم بودن در کار نیست وقتی که وضع تاجیکستان رو آدم از نزدیک میداند، شناس است، در آنجا زندگی کرده است و گفتن هم ممکن است که علاقه هر یک اقدامی که حکومت تاجیکستان چیز میکند، آغاز میکند، میتوان گفت که باید به منفعت مردم نیست. بینید همین تأسیس مرکز پروسسینگی آیا نمیتوانست که تجدیداً آهسته با ملایمی تأسیس داده شود تا اینکه مشکلی به مردم نآورد؟ اکنون از جهتی اگر گیریم قانونی، آیا تأسیس قانونی هست یا قانونی نیست؟ من همین رو گفتنی هستم که حکومت وظیفه‌اش تأمین آزادی، یکی از وظیفه‌اش تأمین آزادی ها و حقوق های انسان می باشد. یعنی که همین خیل عمل باید کند، همین خیل قانون ها برآورد، همین خیل فرمان های ایجاد کند که مشکلی های انسان رو آسان کند. در عکس حال ما میبینیم که با جایی که مشکلی ها آسان کرده شوند، انتقال مبلغ ها زیادتر کرده شود، برعکس مردم از روسیه از دیگر منطقه دنیا به تاجیکستان مبلغ ارسال کرده نمیتوانند و اون مبلغ هایی که به مردم آمده هستند در تاجیکستان روان کرده شدند، عائله های آنها گرفته نمیتوانند. اکنون خودتون با یک خلاصه برآورید که همین اقدام درست است یا نادرست است. البته تأسیس دادن مرکز پروسسینگی از جهت لازمیت او، از جهت مانیتورینگ انتقال مبلغ ها ضرور است، در تمام دنیا هست، ولی این با اون طرزی که حکومت تاجیکستان کرده است یک بار با این
ایجاد کردن مشکلی نادرست است و من اون رو غیر قانونی حساب میکنم و در آینده بعدتر که باز امیدوارم که سخن به من نیز میرسد در یک چند نقطه دیگری خطرهای تأسیس همین مرکزی پروسسینگی به حیات به شخصیت به معلومات های دارای سری بانکی دارای سری شخصی گفته میگذارم. این حال میخواستم با فرصتی که با من داده شده است استفاده برم و با همین روز تمام مردم تاجیکستان رو امروز 10 دکبر هست با روز بین المللی حقوق انسان تبریک کنم. هرچند که حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان در خیلی سطحی پست هست ولی ما امیدوار هستیم که کوشش های ما و شما کوشش های دوستان بین المللی ما کوشش های تمام حقوق شناسان کوشش های سازمان های داخلی حقوقی با یک نتیجه خواهد رساند و یکی از وظیفه ها یکی از سمت های افضلیت ترین فعالیت حکومت تاجیکستان این برقرار کردن ولایت قانون در تاجیکستان می باشد. تشکر زیاد. خب با یک چیزتون تصدیقاتتون راضی شدن نمیتوانم چون مرکز پروسسینگی گفتیم در همه عالم است شاید باشد لیکن منوپولی یک اویله در تمام عالم نیست و مرکز پروسسینگی دولتی نیست. خیلی که یک چیز مرکز عمومی شبکه اینترنتی وایبک صبوری کرد خودش این دفعه باز مرکزی مبلغ ها تأسیس داده شد که همه از یک مرکز پروسسینگی گذارد. شاید این خیلی که خود جمال الدین نورعلیف گفت این سابقه در دنیا ندارد و این بی سابقه است. خب مرحمت برادر ما عظیم جان. خب تشکر کردیم. واقعا خیلی که شما هم اشاره کردین و که جمشید هم علاوه کرد این هم در پایان سال 2019 و یعنی استونه ورودی جهان به سال 2020 واقعا یک سورپریزی حکومت تاجیکستان به ملت بود. خیلی که ما همیشه از این حکومت چون این سورپریز ها رو انتظار داریم. معمولا در دیگر کشورها حکومت ها و مقامات کشورها چه سیاسی و اقتصادی و همه یعنی مقامات در فکر این هستند که مشکلات مردم مشکلات ملت رو حل کنند. برای هر باره که حکومت تاجیکستان یک اقدام میکنند متاسفانه پشت پرده اقدامات حکومت که در دست یک خانواده و یک عائله است حتما منافع این خانواده یعنی در قدم اول در نظر گرفته می شود و من هم فکر میکنم وقتی که در دیگر کشورها ما رقابت بانکی وجود دارد رقابت یعنی اقتصادی وجود دارد معمولا مردم خودشان بهترین رو انتخاب میکنند که یعنی از وقتی که رقابت هست شفافیت در کار اونها وجود دارد مردم ملت مثلا در کشورهای اروپایی در حتی در کشورهای دیگری یعنی ترقی کرده آسیا وقتی که مردم میبینن کدام بانک خودش بهتر یعنی به مشتریان خدمت میکند خودشون انتخاب میکنن. این خیلی نیست که یک نفر یک حکومت یک عائله بر مردم و به ملت خود تحمیل کند که حتما شما باید از این طریق نظام یعنی پول را انتقال دهید یا که هزینه ها رو خودشون بالا برن. اما در تاجیکستان ما همیشه میبینیم که این تصمیم ها در اساس منفعت یک خانواده گرفته میشد و من مطمئن هستم که خیلی که قبلا هم البته بعضی کارشناسان اشاره کردن یعنی بیشتر وقتی که پرابلم ها مشکلات در تاجیکستان با وجود می اومد معمولا خانواده وزیرها و رئیسان کمیته ها رو پیش می انداختن که این مشکلات رو به مردم شرح دهند ولی خود معاون رئیس بانک ملی که جمال الدین نورعلیف داماد رئیس جمهور تاجیکستان است خود این قضیه را در تلویزیون تاجیکستان شرح داده است. یعنی یکی از فرضیه ها این است که واقعا خود این عائله پشت این می ایستد و یعنی میخواهند روی این سوخته نمکاب یعنی همون چند درهمی که باز هست این رو هم به جیب عائله وارد کنند. خب متاسفانه این مشکل
باز هم سر ملت آمد. خب متاسفیم با وجودی که ما انتظار داشتیم که در پایان سال 2019 ملت با یک یعنی خوبی بدون مشکلات این سال رو به آخر میرسند، ولی از اونجا که 1.5 میلیون بیشتر حتی مهاجر تاجیک و نونواران تاجیک در روسیه هستند، متاسفانه یک مشکل برای ملت تاجیک آمد که این را متاسفانه تسلیت میگوییم برای ملت. تشکر زیاد. خب حاضر سخن رو با یکی از میمونان که در خط علاقه هستند استاد محترممون ظفر صوفی میدیم. البته که این شخص هم خیلی که دیگر ما اینجا جمع آمدگان کارشناس علوم اقتصادی نیستند، ولی هم چون همه دیگر ما جبر دیده این رژیم هستند و البته که بسیار شاید از ما زیادتر در موضوع دست کارهای این رژیم و این آیله و این خشتبار شاید از ما زیادتر دانند. مرحمت استاد، سخن از شما. سلام علیکم برادرایی که در استودیو هستند و درود به مردم عزیز و بیننده های این برنامه. خب حالا در این مورد مرکز پردازش یا که اونطور که شما گفتین مرکز پروسسینگ و همینطوری هم همه دارن میگن، خیلی صحبت ها زیاد شده و شاید چیزی نوی هم نتوانیم بگوییم در امروز. با توجه به اون چیزی که شما اشاره فرمودید که ما کارشناسی نظام بانکی نیستیم، اما حالا خدا دروغگو نکند شاید 8-9 سال قبل در آزادگان ما مطلب نوشته بودیم در رابطه با تفکر چوپانی، تخمینا همینطوری محتوا داشت و اونجا علتش این بود که علی مردانف رئیس بانک بود اون وقت. علی مردانف در دنقره یک گاوداری یا که فرمه ساخته بود و اون فرمه تیرزه های پلاستیکی داشت و طبیعی است که خب وقتی در دنقره شد معلوم که به کی متعلق خواهد بود اون فرمه. و جالب برای ما این بود که وقتی دوستا همکارای من بررسی کردن، اکثریت بانکدارهای تاجیکستان صاحبی رعما و گله گوسفند و نمیدونم چندین گاو و از گاو فرمه های گاو و از این یعنی که گاوداری های زیاد داشتن. یعنی منظور اینا می آمدن با تفکر چوپانی در بانک کار کردن. اون موقع ما برای ما خیلی واقعا جالب بود که یک بانکدار که میتوند از طریق عملیات های بانکی خیلی صاحب پول شود و در جهان معمولا هم هست این کارا میکنن، اما اینا آمدن گاوداری و گوسفند پروری و از این کارا میکردن. حالا خوشبختانه از این چیز به نظر میاد که یک کمی دور رفتن و امروز آمدن از عملیات های بانکی خوب استفاده میکنن و اونطور که معمار این برنامه پردازش و که این مرکزی پردازش داماد رئیس جمهور جمالدین نورعلیف حالا یک طریق میشد گفت که ادعا کرد که توجیه کرد این کارشه، گفت که در جهان بی‌نظیر است. واقعا در غارت مردم اینا بی‌نظیرن و توانستن این کارا بکنن و این که امروز میگن که مثلا به نفع مردم است و ادعا دارد که شعار هم میتد که به نفع مردم است، واقعا به جز شیطانی هیچ چیزی نیست، هیچ به نفع مردم نبوده، به نفع کیسه خودشان است. و عرض کردم اینا از تفکر چوپانی به تفکر بانکداری، اما متاسفانه با همچنان فقط به نفع خودشان، حتی به نفع بانک هم نیست. شما ببینید که امانت بانک در چه حال قرار دارد، تاجیک صادرات بانک در چه حال قرار دارد، ها اون چند بانک دیگه که بدبختشون رفتن دنبال کارشون، یا سپیتامین بانک در چه حال قرار دارد. خیلی از بانک ها وضع بدترین دارن، اما این بانک هایی که مثلا مثل جمالدین نورعلیف و دیگر از خانواده امام علی رحمان تأسیس دادن وضع خوب دارن و از کدام حساب؟ از حساب غارتی طبیعی است که مثلا مردم است. حالا شما تصور کنید اگر 3 میلیارد که میگویند سالانه میاد، حالا شما درست فهمیدید آقای علیم که در مثلا نزدیکی 3 میلیارد وقتی میاد برای پسنداز در بانک، اگر یه ماهش مثلا بگیریم
330 میلیون میشود. سالانش اگر مثلا گفتیم که 300 میلیون است، 30 میلیون پس انداز است. اینا میگن که یه ماهش باید باشد در اختیار بانک. گویا میخوان عرض شود که از ورشکسته شدن اون سیستم بانکی پیشگیری بکنن. اصلا همچین چیزی نیست، دروغ بیش نیست، فقط به خاطر که او مبلغایی که اینجا میاد در اختیارشون دانند که از چه طریق پول میاد و کجا دارد میرد و از این هم باید نفع هم بگیرن. مطمئنا مثلا 1% اگر بگیرن نزدیک همین 30 میلیونی که عرض کردم، این 30 میلیون درآمدی، حالا اگر سپیتامین بانک اصلی کارا باشد از اون میشد، حالا یه بخش مثلا شاید جاهای دیگه یا درآمدی مفت از آسمان میاد. و یه بدبختی هم سر این است که این جمالدین نورالیف اولین کارش نیست، که اولین بارش نیست که همچین کاری میکند. حالا از این پیش هم یه برنامه دیگه خیلی جالبه برای جمع کردن پول مردم، اینه که از حساب مردم زندگی کردن و سرمایه داشتنش. حالا اون شرکت ایرس بود که همه ما و شما میدونیم که چقدر کارا کردن و دیگراشون هم کارهای دیگری هم دارن که حالا اگر فرصت شد با انشالله در خدمت تیم. با همه عرض کردم، با همه این وجود من تا جای هرچند خیلی ناراحتم از این که مثلا اینطوری از حساب غارت مردم میخوان سرمایه جمع کنند و مردم اذیت کنند، اما از یک نظر خوشحالم که کشور ما هم یک بانکر داشته، مثلا کارمندای بانک داشته که از تفکر چوپانی بیرون آمدن. تشکر زیاد استاد. خب خیلی فکر جالب که بله بار اول می شود که یک منصبدار دولت از طریق منصب خود، از طریق تخصص خود با کیسه شخصی خودم باشد سعی دارد که پولکار کند و این هم بسیار خرسندی آورم است که با گفت استاد از چوپانی به تخصص گذشته. خب مرحمت حاضر من میخواستم سخن رو به محمد اقبال صدرالدین که هم که اون کس هم بسیار تحقیقات در مورد اویلا میکنند و در سایتشون بسیار اطلاعات جالبی هم نشر میکنند و مطمئنم که از همه در اینجا جمع شدگان متخصص بهترین این اویلا محمد اقبال صدرالدین هستند و مرحمت برادر. سلام، درودی به پایان خدمت شما حاضرین در استودیو قرار داشته و مردم شریف تاجیکستان. البته برای هر یکی ما و شما شهروندان تاجیکستان یک مسئله است که آن را تقریبا همه میدونیم که حکومت و دولت تاجیکستان منحصر یا مونوپولیا در دست افراد یک عائله قرار دارد. مرحمت میتوانیم از پیشوای ملت شروع کنیم که رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان دست امام علی رحمانوف و اقتصاد دولت دست دختران و دامادهای او و تمامی منصب‌هایی که وابسته به یعنی که مدیریت کشور هستند، آنها در انحصار باز هم همین امام علی رحمانوف قرار دارند که واقعا هم یک جای خیلی تأسف است که ملت تاجیک در یعنی دستی یک شیکه یا در دستی یک افراد مافیایی قرار دارد که هر کاری که بخواهند برای این ملت انجام میدهند و از چیزی هم سر ترس ندارند. برای اینها توصیه های ملل متحد برای اینها یگان هشدار و یگان چیز فایده نمیکند. چرا اینها مافیا هستند و آنچه که فعلا در کشور میگذرد مسئله نظامی، باز هم همان انحصار کردن، باز هم همان یعنی باید که اون مبلغی که مهاجران میفرستند که در حالت ما خوب میدونیم که بیش از 60% اقتصاد دولت تاجیکستان از همین وارزی پولهای مهاجران کاریه که در روسیه قرار دارند و برای خانواده هاشون ارسال میکنند. یعنی اقتصاد دولت تاجیکستان در این است. اگر چند وقت پیش رئیس بانک ملی این مسئله را به شدت یعنی که نکوهش کرد و گفت چرا پول مهاجران را شما همیشه
یعنی نام میگیرد ما دولت هستیم، ما رحمانوف داریم، ما یعنی هستیم، ولی چی دارد نمیداند بیچاره خودش. ولی مهم که انحصار کردنی مبلغ ها باز هم میخواهند، یعنی چنانه که برادر عظیم جان گفتن، باید که هر فرد آزاد باشد در انتقال و در انتخاب هر بانکی که میخواهد، یعنی که اون انتخاب کند. من میخوام وسترن یونیون انتخاب کنم، به خاطر چی؟ اگر چند گرانم بگیره ولی میدونم که مبلغ من میرسد. یک نفر دیگر میخواد که زلاتای کرانه، چون براش قلای هست و براش مناسب هست. ولی اینها مسئله شون که باز هم یعنی که شرح دادن که میخوایم که تا اینکه پولشویی ها را کم کنند گویا. ولی شما باور بکنید این یک مسئله خیلی خنده‌دار است که مهاجر تاجیکی که یعنی با 100,000 پول کار میکند و برای پدر و مادر موی سفیدش پول میفرستد، آیا اون پولشویی میکند؟ میبخشد پولشویی رو از داخل به خارج باید نظارت کرد، نه اینکه از خارج به داخل. ما کو مبلغ اضافه نداریم که به تاجیکستان بفرستیم تا اینکه یگان پولشویی صورت بگیرد. پس اینجا مبلغ هایی که از داخل به خارج می شود اونها باید زیر نظارت باشه که اونها توسط بانک ها و توسط حساب ها یعنی خارج می شوند. و مانیتورینگ بزرگ هم در نزد خود جمالدین نورالیف، یعنی دامادی خوب دیگه، یکی از دامادهای امام علی رحمان و که همسرش هم آزاده رحمان رئیس دستگاه و منصب‌های کلیدی در دست شوهر و در دست دختر قرار دارند که واقعا تمام اقتصاد دولت و سیاست رو میتوان میان شوهر و میان این دختر یعنی که دید که اینها یکیش میخواهد که از راه وظیفه فروختن و از راه کارهای را انجام دادن در کشور و دیگرش اقتصاد. حتی میتوانیم با دیدی بسیار از آنهایی که در مسائل عائله و در افراد عائله شناسایی دارند، یکی از یعنی نظر پردازان اقتصادی عائله را جمالدین نورالیف میدانند که واقعا هم در مسائل اقتصادی یعنی خیلی فکر خوب دارد. البته فکر خوب برای نگاه داشتن خود همین عائله و همین امپریا و همین مافیا رحمانوف. با همین خاطر تمام مبلغ ها و تمام پول هایی که به هر بانک از مثلا پول فلانی باید با فلان حساب وارد شود، پول فلان دختر با اینجا رود، تمام اینها را ادارش دستی کی است؟ همین جمالدین نورالیف است که تمام اینها را یعنی راهبری میکند. و مانیتورینگ، باز یک بار دیگر میگم که مانیتورینگ همین سیستم است که هر مبلغی که از خارج و داخل تاجیکستان میشود توسط بانک ملی اون را نگاه میکنند. البته تمام دولت ها این سیستم را دارند. برای اینکه مثلا وقتی ما کار میکردیم میگفتن که این مبلغی که آمده است به فلان حساب، این مانیتورینگ از طرف بانک ملی همین دولت نگذشته است و میخواهند استاچنیک یا مأخذی یا منبع همین مبلغ باید دیده شود. برای یعنی بانک ملی شما باید اوراق را ارسال کنید که مبلغ شما از فلان جاست و با فلان یعنی که یعنی نظر داشته به این حساب شما میخواد ریخته شود. و جمالدین نورالیف هم در همین مسند قرار دارد که تمام مبلغ های از خارج و داخل انتقال شده و داخل می شده توسط همین دیده برآمده می شود. و باز هم می خواهند که منحصر کنند، چون گفتم از پیشواگی شروع تا یا مبلغ های مهاجرین حتی یعنی که باید که فقط به همین نفع عائله استفاده برده شود تا اینکه باز هم مردم را چیکار کنند، یعنی به حالت های هر چی که گرفتار میکنند مشکل نیست، مهم باید گور سوزد و دیگ جوشد. یعنی این مقاله است که این عائله همیشه برای مردم تاجیکستان، برای اینها نه انتخابات مهم است، برای اینها هیچ چیز مهم نیست. اگرچند که امام علی رحمانوف میخواد که انتخابات پارلمانی، البته تو یعنی که حادثه که باید در تاجیکستان یا که دو معرکه سیاسی که باید برگزار شود که انتخابات پارلمانی اولی مارس و دوما انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر، برای هر گذشتن اینها باید که اینها اصلا چنین کارهای را انجام ندهند تا اینکه مردم رو با خودشون زید نکنند، ولی حالا دارن کارهای میکنند که خودشون سقوط این رژیم رو با یعنی که دست خودشون دارن فراهم آورده ایستند. واقعا هم این خیلی جای گاه انسان رو در فکر فرود میارد که چرا یعنی کارهای را انجام میدهند که با ضرر خود رحمان دارد انجام میشود. یعنی مهاجران فعلا هزارها نامه به ما می نویسند که برنامه های برای انتقال مبلغ برای ما آماده کنید که چرا این شد، چرا ما با یونستریم نمیتوانیم مبلغ های ارسال کرده خودمان رو بگیریم. ارشاد سلیمانی نوشته است من مبلغ به تاجیکستان فرستادم، یعنی نمیتوانند بگیرند حتی.
یعنی که حتی آن چیزی را که میخواهند که با اون یعنی که انجام شود اون هم یعنی که دارد مشکل برای مردم ایجاد کرده ایستادند. خب دیگه فعلا نظر من کوتاهش همین است. تشکر زیاد برادر گرامی. خب خیلی نقطه جالب رو برادرمون قید کردن که پولشویی یعنی بهانه پولشویی این نه بر پیشگیری پولشویی بلکه عذر پولشویی متمرکزانیده شده ای اویلا به چهار طرف دنیا امکان پذیر می شود و به نظارت می شود چون منپولیا اطلاعات در دستشون شد. از نگاه مازر جمشید درباره همین منپول اطلاعاتی که اینو به دست آوردند و اون اطلاع فردی که حاضر اینها به اون دسترسی پیدا میکنن چی کی از کجا چی قدر و فرض کردیم اگر پگاه از این جان به یگان جیانش یا به یگان خیشش به تاجیکستان 50 سوم ارسال نماید البته که اون رو اینا قلمداد خواهند کرد که میتوانند قلمداد کنند که مبلغ گذاری تروریسم و یگان خیش این رو باز به جوابگری کشند. و یک مسئله دیگر رو به خاطرم زد در مسئله کارشناسی که بسیار دوستان پیش از تکلیف کردم به این برنامه همین نگرانی رو داشتن. ببینید در تاجیکستان رحمانوف کارشناس در تمام امور است، از طبیبان مصلحت میدهد و تا و استرونوم ها و فیزیک و خیمیک و همه به وی مصلحت دارد. خب ما و شما از او نه در تحصیلات نه در تجربه و نه در جهانبینی یگان کمی نداریم. برای همه تاجیکا امروز کارشناسند و بهترین سخنهای بودند که هم استاد ظفر صوفی کردند فکری های جالب، هم برادرمان محمد اقبال. و خب میخواستم در همین مسئله حمایه اطلاعاتی از جمشیدم چون حقوق شناس بپرسم که این مرکز باز یک خطر دیگری را هم به شهروندان در پی دارد. تشکر. ولی حالا میخواستم فکر شما را کمتر دوام بدم و ایده اون که امام علی رحمان و این اویله درباره همه چیزی که در دنیا هست چه حادثه‌ای که میشود این شخص خبردار است، همه چیز رو میداند. این نشانه میدونید چی است اکوی علی؟ این نشانه ساخت دولتداری ما هست. ساخت دولتداری تاجیکستان دموکراتی نیست، حقوق بنیاد نیست. این یک ساخت توتالیتری هست، یعنی که همون دوره اتحاد شوروی یک حزب هست، یک ایدئولوژی است. ایدئولوژی مخالف ممکن نیست، حزب‌های دیگر ممکن نیست. حزب‌های کیسگی در تاجیکستان در ما عموما حزب هم حساب میتونیم نه حساب نکنیم. و در دوره شوروی با عوض شدن سرداری همون گنرال سکرتر کمونیستیسکی پارتی سوویتسکого союза شعارها دیگر میشد. در همه جا سخنهای ولادیمیر ایلیچ لنین، سخنهای برژنف، سخنهای ستالین در همه ساحه ها بود. در درون کینوتئاتری که ما در نزدیکی اون زندگی میکردیم سخنهای ولادیمیر ایلیچ لنین بود. Кино является важнейшим из искусств. در інституті фізика, درباره фізика, در یک جا دیگر همین خیل. همه جا همین خیل بود. این یک نمودی بر علیه که ساخت دولتداری تاجیکستان نشون میدهد. اکنون میگذارم با مسئله که این حال ما بحث داریم. در اینجا نه فقط یک خطر است، چند خطر است. یکی از خطرها این دسترسی اشخاصی که حقوق ندارند با اون دست داشته باشند با معلومات شخصی انسان. معلومات شخصی انسان دو نمود می شود. معلومات بیولوژی، بیومتریکی میگن. معلومات بیومتریکی یعنی که قد، بست، وزن، شکل روی، صورت، این معلومات بیومتریکی است.
айни ҳол инро медонем ки аллакай паспортҳои шиносномаҳои нав кардан ва ҳама зери назорати қатъӣ тотални тоталитарӣ қарор гирифта шудааст. Бо таъсис додани ҳамин маркази процессингӣ аллакай мақомот ба маълумоти шахсии ҳаёти шумо дастрас мегардад ва кафолате нест ки онро чӣ гуна истифода мебарад. Кафолате нест ки ин маълумот сохтакорӣ карда шавад, ин маълумот ба каси дигар фурӯхта шавад, ин маълумот гум карда шавад ё ки ба таври сунъӣ онро тағйир диҳанд ва метавонад ки онро дар ҳар марҳила ба фоидаи худ истифода баранд. Якум, дар натиҷаи таъсиси ин маркази процессингӣ ки мақсадаш не фақат мониторинг аст, мониторинги маблағҳо, балки дастрасӣ ба маълумоти шахсӣ ҳаст ки ин сирри шахсӣ ҳаст, ҷои зисти шумо аз куҷо ба кӣ чанд маблағ ба кадом мақсад равон кардан, кӣ онро мегирад муайян карда мешавад ва шумо вазифадор нестед ки ба касе маълумот диҳед ки ман дар фалон ҷо кор мекунаму суроғаи зиндагониам фалон ҷо асту ба фалон одам ман чанд маблағ равон мекунам. Ин як аст. Дуюм, гуфтанӣ ҳастам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни муайяне ҳаст ки барои бар зидди пулшӯӣ равона карда шудааст ва ин қонун дар моддаи 5-аш агар хато накунам оварда шудааст ки субъектҳои давлатӣ ки мубориза мебаранд бар зидди пулшӯӣ. Дар он ҷо ман ҳамин пеш аз ҳамин вохӯри мо як бори дигар аз назар гузарондам, хондам, субъекти бориза Бонки Миллии Тоҷикистон нест. Хеле Бонки Миллӣ оварда шудагӣ нест. Гумрук ҳаст, мақомоти амниятӣ ҳаст, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҳаст, вазорати адлия ҳаст, вазорати корҳои хориҷӣ ҳаст ва мақомоти иҷроия. Вале Бонки Миллии Тоҷикистон оварда нашудааст. марҳамат илова агар дошта бошед. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам дар ин марҳилаи суханрониям ва умедворам ки боз дар оянда агар имконият бошад боз сухан медиҳед, чунки сухан аз сухан пайдо мешавад. Таъсис додани ин маркази процессингӣ хеле ки меҳмонои мизи мудаввари мо хеле ки шумо ҳаматон гуфтед ба аҳолӣ муайян карда нашудааст. аниқ муайян карда нашудааст ва масъулини Бонки Миллӣ ва ҳукумати Тоҷикистон бояд аввал зарурияти иқтисодии ҳамин таъсиси бонкро, таъсиси маркази процессингиро ба мардум мефаҳмонданд, мегуфтанд ки барои чӣ ҳамин амал анҷом дода мешавад. Он хавфҳо ки барои фош шудани сирри махфии ҳаёти шахсии мо ба сирри фаъолияти бонки мо алоқаманд ҳаст, бояд аз назар мегузаронданд, он хатарҳоро бартараф мекарданд, имконияти онҳоро бартараф мекарданд ва баъд дар натиҷаи таҳлилҳои беғарази мутахассисон қабул мекарданд, на ин ки яктарафа ба манфиати шахсии худ ва оила. Албатта мо медонем ки ягон бонк ягон маблағ надорад. Он маблағҳое ки дар Бонки Миллӣ ҳастанд ё ки дар Бонки Спитамин ҳастанд, Тоҷпромбанк ҳастанд, ин маблағҳои ягон банкир нест. Ин маблағҳои мо ҳастанд. Мо ин маблағҳоро дар бонк мемонем ва онҳоро гирифта истифода мебаранд ва хеле ки дӯстамон Зафари Суфӣ гуфтанд, онҳо баъд рама мехаранду ферма мекушоянду ягон кори дигари иқтисодии худро аз ҳисоби мову шумо анҷом медиҳанд. Ташаккури зиёд. Хуб, ин масъала хеле муҳим аст, яъне ин чиз иттилоотӣ, яъне бехатарии иттилоотӣ бисёр муҳим аст дар асоси ба иттилооти шахсии шаҳрванд ки бе ворид шуданд ва имрӯз ба назар мерасад ки дар кисаи мо дасти бегона ҳамеша мешавад ва ҳамеша мехоҳанд фаҳмид ки дар кисаи кадом шаҳрванд чӣ қадар маблағ аст. ва ман мехостам аз бародарамон Азимҷон суол кунам ё худашон шояд
چیزی گفتنی داشته باشن، لیکن برای من یک چیز، من از یک چیز میترسم که همین مبلغ هایی که خب حاضر برای انتقال مبلغ های اینا همه را مجبور کرده ایستادن که کارت ملی گیرن و به کارت ملی نه در داخل و نه در از خارج به فکرم انتقال را غیر امکان میکنن که فقط توسط کارت ملی. و آیا چنین خطری نیست که رنگی امین حاضر معاش تاجکان در تاجیکستان به همون مقدار نیست که مهاجران مینتی روان میکنن؟ یعنی لیکن ما میبینیم که در وقت نفقه گیری، در وقت معاش گیری چقدر مردمان چقدر سرگردان میشوند و در پیش بانک ها چقدر روزها میستند و نوبت میپایند که یک دو سوم از همون سوم بودگی در کارتشون یک قسم نوچیزش رو بگیرند. بله به نظر میرسد که در اینجا هم با چنین مشکل روبرو میشویم و اون مبلغ هایی که فرض کردیم 3 میلیارد در یک سال وارد می شود، تصور کنید که 3 میلیارد یک بانکی که داماد رئیس جمهور اون رو تاسیس می دهد رایگان به فایز قرض ها رو به دست می آورد. 3 میلیارد در یک سال به فایز قرض می گیرد و کی خواهد اون رو باز می دارد و می گوید که با صد به اون می گوید که پگه بیا پگه دیگر بیا و همین خیلی می توانند مردم خب مرحمت اگر بله ببینید الکی در همین چند روزه که یعنی گویا که انتقال از نظام نوی یعنی هزینه صورت گرفت، در رسانه ها یعنی هم رسانه هایی که به این کار مشغولن حدود 60% انتقال مبلغ الکی کم شده است و یعنی اکثر مردمی که میخواستن در روسیه پولهاشون به تاجیکستان وارد کنن یعنی فرستن نتوانستن این کار انجام داده. و مشکل دیگری که پیش آمد یعنی خود زلطه کرونا تقریبا 82% یعنی گویا که هزینه ها رو یعنی انتقال میداد و این توانایی را داشت و طبق یعنی اعلام اخیر که هست گویا یعنی نظام های کانتکت و این استریم گویا که تنها البته قبول کردن این نظام رو و اینها تنها قدرت دارن که 12% پول رو انتقال دهند. بنابراین این هم الکی یک مشکل دیگر هست. مشکل دیگری که سر مهاجران متاسفانه اینجا اصلا یعنی محور این مشکلات مهاجران یعنی بیچاره تاجیک هستند و در عموم یعنی میلت که اونها از پول این مهاجران اکثر میخورن. یعنی مشکلی که ما همه شما میدونیم، البته بنده شخصا مدتی در روسیه بودم، اصلا رفت آمدی مهاجران تاجیک خودش یک خیلی مشکل بزرگ است در روسیه و نقطه های انتقال مثلا مبلغ وقتی که زلطه کرونا این امکان رو داشت دیگر نظام ها ندارند. یعنی یکی از مشکلات دیگری که سر مهاجران می آید این است که یعنی مثلا وقتی نه در همه روسیه نقطه های انتقال مبلغ وجود دارد، اونها مجبورن که کیلومترهای خیلی زیاد رو طی کنند، یعنی باید که به اونجا روند و شاید که از طرف پلیس دستگیر شوند و شاید که اکثر اونها هم یعنی خیلی که ما چند روز هم خبر خوندیم چند روز پیش که 40 نفر مهاجر تاجیک یعنی استرداد شدند و این مهاجرهایی که در یعنی روزهای مثلا یعنی برای انتقال مبلغ احتمال دارد که توسط پلیس دستگیر و استرداد شوند. یعنی مشکلات خیلی زیاد در اینجا با وجود میاد و چیزی که شما هم که علی اشاره کردید، عموما وضعیت تاجیکستان وضعیت مبلغ معاش یعنی گرفتن پول از طرف شهروندان خیلی مشکل است. ما در تاجیکستان همون سالهای اولی که یعنی بانکمت ها در کوچه های دوشنبه اول پیدا شدند، بعدا در قرغان تپه و در دیگر مرکز شهرها حدودا یک سال بعد تمام اونها از کار ماندن و یعنی شکسته شدند چون نظارت نیست و اصلا
خود حکومت متاسفانه در یک سطحی نیست که امنیت این بانکمت ها را تامین کرده تواند و از طرف دیگر در این بانکمت ها مبلغ هم نبود. اکثر اون مردم اون کارت هایی که داشتن یعنی همین خیلی در جیبشون میگردن ولی پول نبود. بنابراین امروز هم این مشکل یعنی دوچند می شود. متاسفانه مردم یعنی با این مبلغی که از طرف حکومت به اونها داده می شود حق بازنشستگی و یعنی معاش عموما خیلی که ما شما میدونید تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورها در آسیا است. خود آسیا که ما شما میدونیم یعنی اقتصاد خیلی ضعیف است در کشورهای اکثر آسیا و تاجیکستان یعنی یکی از کشورهای با درآمد خیلی سالانه کم سر هر نفر خیلی پایین است و انتقال مبلغ وقتی که قطع شد متاسفانه در این آغاز سال نو خیلی مشکلات دیگر هم سر خانواده تاجیک خواهد آمد. تشکر زیاد برادر. خب حاضر میخواهم سخن رو به برادرم محمد اقبال صدرالدین دیم و مرحمت. بله، من در مورد این مسئله همین رو میخوام بگویم که اگر دقت بدهیم مبالغ 3 میلیارد دلار سالانه برای حکومت تاجیکستان که از طرف مهاجران وارد می شود این به مراتب بیشتر از اون مبلغ های هست که جمالدین نورالیف از ایرئیس به دست می آورد. این مسئله را باید دقت بدهیم و جمالدین برای اینکه یک مبلغی که یعنی به آسانی میتواند اون به دست آورد و برای چی این کار کرد؟ برای اینکه کسی چیزی از اون نمیپرسد. یعنی اولین کاری که جمالدین نورالیف این کار را شروع کرد اون هم کنورتاسیون مبلغ ارسال نموده مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان بود که در همین کنورتاسیون که وقتی که تاجیک مهاجری بیچاره از روسیه به تاجیکستان مثلا پول میفرستد با نظرداشت معاملات بانک ملی اون مبادله می شود. مثلا وقتی که 10,000 روبل مهاجر با پدرش فرستاد میتواند پدرش بگیرد برود اون در بازار با همون مبلغ بازار عوض کند، ولی نه بانک ملی قیودات گذاشت که حتما باید با پول ملی اون گرفته شود. دلاری که از دیگر دولت ها یا که از روسیه فرستاده می شود اون مبلغ هم باید با پول سامانی عوض کرده شود و اون هم مبلغ معین از این گرفت. وقتی دید براش خیلی یعنی جالب تمام شد، گفت ماشاءالله یعنی توانستم این مسئله را یعنی کسی کارگر لازم ندارم، بانک ها در خدمت من هر کاری خواسته باشم انجام میدیم. این هم زیر دستش و فعلا شروع کردن با یعنی که این مبلغی که کاملا می آید باید این از توسط یک یعنی که منفذ یا که یک راه باید وارد شود و اون هم یونیستریم، در حالتی که توانی برداشت این همه مبلغ یونیستریم نمیتواند برآورده سازد، ولی اونها میخواهند که همین مسئله را خودشان یعنی که وادار بکنند که تا اینکه تمام مبلغ ها و یعنی که دستی همین عائله یعنی که بریزد. به همون خاطر با تمام کار یعنی که راضی هستند تا اینکه زلطه کرونا یعنی که از بین بردنش. برای چی؟ برای اینکه برای یعنی خانواده هیچ فایده ای نداشت. یک مسئله دیگر هم اگر دقت بدید خواسته بودن که یعنی یونیستریم اول قبلا 96 یعنی که میگرفت، ولی وقتی که با نورالیف صحبت داشتن و پس از اون 99 کرد. یعنی اگر دقت بدید قبلا یونیستریم کمتر میگرفت که پس از شرطنامه کردنش اون با بیشتر شد. یعنی این هیچ آسانی برای مهاجران نیست. انتقال مبلغ ها و قبول مبلغ هایی که در روسیه یعنی مراکزی که یونیستریم دارد 4 برابر از زلطای کرونا کم است. فکر کنید که یک مهاجر بیچاره تاجیک با کدام مشکلات پول کار میکند و باید به خانوادهش میفرستد و اونها باید که از طرف یعنی همین عائله باید توسط اون چی که اونها میخواهند همون ارسال شود. اینجا تنها و تنها آنچه که خودمان یعنی عائله میخواهیم ما باید چنان شود، نه اینکه مردم یا اینکه نه اینکه یعنی نیکو احوالی برای مردم یعنی که اونها هرگز نمیخواهند و اینها هدفشون هم همین است و تا امروز برای این ملت هیچ خدمت انجام ندادن.
و تا امروز همیشه مشکل ها برای این مردم آوردن و برای این مردم هم نمیخواهند که آسانی بیارن و باید که این مسئله را مهاجران به خوبی درک کنند و دوستان خود را از دشمنانشان تشخیص بدهند که وقتی که ما میگوییم که یک عائله دارد ستم میکند، دارد ظلم میکند، دارد کار از حد گذشته است، باز هم فرمای جواب حالا دارن زیر همین کامنت نواری که ما می نویسیم یعنی که دارن ما را دشنام و فوش میدین که نه، یعنی که این عائله امام علی رحمان و پیشوای ملت دارد خدمت میکند به ملت. خدمتش چی است؟ دارد پول ملت را غارت میکند، دارد پول برادر و پدر و همون نزدیک فرمای جواب که در روسیه قرار دارد همون دارد غارت میکند، میدزدد، ولی اون باز هم پیشوای ملت کار خوب کرده است. پس دیگر برای یک شخص عاقل همین قدر اشاره ها و آنچه که با چشمان سر خود میبینند و این همه نشاندادها و این همه یعنی حالتهایی که در کشور گذشته ایستاده است باید برای هر یک فرد عاقل چه او از فرما باشد، اگر چنده که حالا فرما را کردن قانونی توسط پارلمان، گر اونها میتوانند که رسما یعنی که از وزارت کارهای داخله، از کمیته امنیت، حتی از وزارت عدلیه هم اجازه گرفت که باید فرمای مخصوص داشته باشد تا اینکه بر علیه ما مبارزه برد. در حالی که ما چیزی جز حقیقت نگفتیم، ما آن چیزی که ظلمی که میبینیم و آن یعنی که فشارهایی که بالای ملت میارند اونها رو میخوایم ملت بداند، در حالی که ملت خودش از اونها آگاه است. خوب دیگر همین است فکر من. خب برابر در محمد اقبال میخواستم در پیش از آنی که سخن را به استاد ظفر صوفی دیم، شما در آخر سخن یا شاید مراجعت به شهروندان داشته باشید، شاید یگان پیشنهاد برای رفع مشکل داشته باشید، مرحمت و سخن را به استاد ظفر میتیم. دیگر بینندگان گرامی، واقعا هم همیشه در خدمت شما هستیم و با برنامه ها و تحقیقات هایی که در زمینه ها چنانه که آگاهی دارید در مورد آن ظلم و فشارهایی که این عائله یعنی که برای ملت تاجیک و بر علیه این ملت دارد انجام میدهد، همیشه ما یعنی که اونها را توسط رسانه میرسانیم و همین را میخواهم بگویم که تا اگر این عائله از سر قدرت از تاجیکستان نرود و همین سال 2020 یگان جایگزین دیگر نآید، سالهای آینده شما مبلغ رو کار میکنید و در همون روسیه توسط سفارت اونها را از شما میگیرند. اینها این شمال فکر میکنند، حالا نو دارند یعنی که پس از مرحله های جدید کارهای را یعنی که با شما انجام میتیند و همین را باید دانید که تا اگر این عائله از سر قدرت قانونی نرود، ما بدون یگان یعنی خشونت نمیخواهیم، بگذار هر نفر سر قدرت باشد، ولی نه این عائله دیگر که این ملت را به پسترین حالت رسانیده است و اگر توانند در مدت همین یک ماه مبلغ به تاجیکستان نفرستند تا اینکه یعنی که وضعیت را همون جمال الدین و اونانی که در فکری یعنی فایده زیاد هستند ببینند که چی شده است. میدونم تمام پدران، مادران، نزدیکان شما نیاز به مبلغ دارند، ولی اگر ما چنین کارها اقدامات را انجام بدیم ممکن است که اینها یعنی فکر کنند که با این حالت دیگر نمی شود. اگر همون یک ماه ما مبلغ نفرستیم، انشاءالله اگر شما در همون روسیه هم قرار داشته باشید، پدر و مادر و برادری یعنی که شما در داخل کشور یعنی که به حالت می آید که از رحمان و دیگر میپرسد که آخر این چی مصیبت است بر سر ما آوردید که خود در داخل برای ما کار تامین کردن نمیتونی، نفقه یک مردی که 50 سال در دولت یا 60 سال کار کرده است یا یک کمپیری که در دولت کار کرده است 100 سومانی است که حتی مبلغ نیم خلطه آرد نمی شود. پس ببینید که یعنی شما مهاجران تاجیک که در یعنی که روسیه و دیگر کشورها قرار دارد، واقعا هم نام آوران این ملت و نام آوران این ملت و قهرمانان ملت تاجیک هستید که شما هستید که این یعنی که دولت تاجیکستان ما زنده و یعنی که ایستاده است، وگرنه رحمانوف جز از شما پول گرفتن و جز شما را ظلم و فشار آوردن کار نتوانسته است تا امروز بکند و در آینده هم از اون چنین توقع را نمیتوانیم کرده. سلامت باشید.
خب کارگران تکنیکی اگر امکان باشد به محترم استاد ظفر صوفی سخن وصل کنید. استاد مرحمت. خب عرض شود که جمشید به نکته جالب اشاره کردن در رابطه با امنیت اطلاعات و نظارت عرض شود که امنیت اطلاعات اصلا در یک دولتی که اگر واقعا حقوق بنیاد است و دموکراتی است، امنیت اطلاعات به حد لازم نظارت می شود و تفاوت از با یک مثلا نظارت امنیت اطلاعات در یک دولت دموکراتی و در یک دولت دیکتاتوری این است که دولت دیکتاتوری از دیدگاه ترس و برای بدنام کردن این یا آن شخص که شهروند اون کشور است تلاش ها انجام میگیرد و متاسفانه خیلی با شکل دغل و زیر پا کردن همه معیارها و حقوقها. اما در یک دولت دموکراتی طبیعی است که نظارت میشد فقط به خاطر پیشگیری از حال عرض شود که پولشویی و هر جنایت دیگری که با پول و اگر اطلاعات جای دیگه هم است که در اون مورد هم همین چیز. حالا چون صحبت ما سر بانک است و این مرکزی پردازش که تأسیس داده جمالدین نورالیف، اینجا اگر اینا می آمدن واقعا با خاطر پیشگیری از جنایت های اقتصادی این کار می شد، قابل قبول بود و کار خوبی هم بود. متاسفانه یعنی ناراحتی شاید مردم از یک نظر این است که آمدن به خاطر شکستن یک سری کارها و برای منفعت خودشون آمدن حال زلطای کرانه از بازی گویا بیرون کردن. البته هنوز معلوم نیست، شاید هم برگشتونم و یک طریقی کاری کردن که در یک مدت معین به سر و سامانه با وجود. حالا ادعای هم دارن که مثلا روز شنبه یک شنبه بانکاشون کار میکند و مردم میتونن مبلغاشون رو بگیرن، اما واقعا خنده‌دار است و کارشون مسخره است که چرا تا این وقت که مثلا حالا میگن که 60% در این یک ماه انتقال کم شده، حجم انتقال کم شده، چرا تا این وقت مشکل نبود؟ مردم میرفتن میگرفتن. البته مشکل بود اما اینطور نبود که مثلا روز شنبه یک شنبه بانک بیاد کار کند برای مردم پول بتید. منظور من سر این است که وقتی میخوان اگر نظارت بکنن از برای خدا به نفع خودشون، حالا گذشتیم از همه چیزهای نظری دیگه، بیان یک کاری بکنن که برنامه‌ریزی درست انجام بدن، نه اینکه مثلا هرچی پیش آمد خوش آمد بشود. حالا یک ایده خوبم مثلا نروان خراب بکنن. مهمتر از همه این است که عرض کردم اینا چون میان نظارتشان به خاطر ترساندن مردم است بیشتر و دیدگاه، البته دیدگاهی تا جای مثلا اگر به منفعتشون است، همون منفعتشون هم با طریق زورگویی و زوری میخوان، با ترس دادن مردم میخوان منفعتشون ارشد که روپوش بکنن، جنایتی که میکنن، غارتی که میکنن روپوش بکنن، بگون که نه ما با این کار میخواستیم بکنیم. یعنی تمام چیز در یک دولت دیکتاتوری، همه کارهای یک شهروند باید که تحت نظارت یک دولت، یک حکومت دیکتاتوری باشد که اونا متاسفانه حالا یا یک مافیا یک محل است، یا یک مافیا یک خانواده است، یا یک مافیا یک ایدئولوژی است، فرقی نمیکند. حالا حکومت دیکتاتوری میتونه حکومت دیکتاتوری ایدئولوژی باشد، میتونه خانوادگی باشد، میتونه اولادی باشد، میتونه مثلا محلی باشد. حالا در کشور ما متاسفانه دیکتاتوری خانوادگی تا جای مثلا محلی است و اینا آمدن کارهای انجام میتن که نظارت لباس مردم هم میخوان اینا انجام میتن، نظارت پاپوش مردم، نمیدونم نظارت سور و سوگ و هر مراسم مردم باید که اینا تعیین بکنن. یا مثلا یه دوری آمدن مثل هر دولت دیکتاتوری دیگه مثلا تنظیم خانواده را آوردن، بعدی که مثلا خیلی شدید داخل خانواده رفتن، مثلا به حریم خصوصی مردم میشد گفت که تجاوز کنه که پاک گذاشتن، زیر پاک کردن حریم خصوصی را. و مثل همین در این کارشون هم الان به نظر میرسد که از حدها دارن عبور میکنن.
در تلفن و در این ارتباطات هم مثلا همین کار کرده بودن و متاسفانه در هر قدم شاید امنیتی شخصی، یعنی اطلاعات یک شخص یا یک شهروند همیشه چه اطلاعات اقتصادی شد، چه اطلاعات بیولوژیش باشد، چه مثلا حالا معلومات یا اطلاعات دیگری که یک انسان میتونه داشته، همیشه در خطر است و عاقبت این من خیلی نگرانم، واقعا عاقبت خوب ندارد و باید که هنوز دیر نشده به یک نتیجه برسه، به یک خلاصه باید بیان. حالا مثلا شاید این بگذرد، امروز فردا این کاری که دارن انجام میدن در نسبت اون به حساب انتقال مبلغ و این چیزا شاید بگذرد، این مشکلات مثلا رفع بشود، اما مشکلات اصلی که کشور ما دارد و بزرگترین مشکلاتی که دارد این حکومت خانوادگی است که با تمام پررویی همه این مرزها رو دارد عبور میکند. من به عنوان یک شهروند کشور واقعا دلم میسوزد برای این کشورم و میخوام که دیگر از مرزها نگذرن، چون وقتی همه مرزها شکسته شد ببندوباری به بار میاد و ببندوباری را نمیتونن کنترل بکنن، خیلی به خودشان مطمئن نباشن، چون ببندوباری را از اینا قوی تر نتونستن کنترل بکنن. کشورهایی که پشتشان خیلی نیروهای قوی بود نتونستن. دیدیم قذافی کمتر از اینا مثلا پول نداشت، کمتر از اینا مثلا قدرت نداشت، دیدیم که به چه وضعی آمد. و همین خاطرم باید که یک کمی کنترل بکنن. من همین قدر، حالا سخن آخرم هم همین بود، پیشنهادم هم همین بود در این مورد، مردم زیاد اذیت نکنن، از این بیشتر کاسه صبر مردم لبریز نکنن. تشکر زیاد استاد، زنده باشید. ما با این دوستانمون خیر و خوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم و میخواستم از اینجا به جای آخر سخن چی گفتنی هایی داشتید، چی پیشنهادهایی و چی مراجعتی شاید به تماشابینان ما؟ تشکر. من فقط از مسئولین برنامه تکنیکی و همچنین از شما اکایلین به خاطر این تشکیل این یعنی صحبت تشکر میکنم، چرا که واقعا این اطلاعاتی که کارشناسان در اختیار مردم میگذارند در سالهای اخیر شاید که نسبت سالهای گذشته که مردم و جامعه شهروندی یک گونه از این چیزها یعنی کنار میکشیدند، به فکر من به فایده ملت و مردم هست در آینده و در آینده هم خدا خواهد که این برنامه ها اگر زیاد شوند و جامعه شهروندی کارشناسانی مسائل مختلف مردم را آگاه کنند و مردم باید هوشیار باشند. دیگر زمانی فکر من خاموشی گذشته است، دیگر این حکومت نمیتواند بیش از این دیگر مردم را اذیت کند و خیلی که چند روز پیش هم شاهد حزب سوسیال دموکرات هم البته در چهره رئیسش مراجعت کرد به رحمانوف که یعنی بس کنن دیگر این چیزها رو که وقتی مردم ملت بیدار شد دیگر پیش مردم رو گرفتن مشکل می شود. بنابراین این وظیفه هر یکی ما و شما است که یعنی مردم رو آگاه کنیم از این مشکلات و در آینده هم در خدمت مردم باشیم. تشکر زیاد. خب مرحمت بزرگ جمشید بزرگمیر گفتم خدا کند که در همین سال بزرگمیرم در همین جا بیاید با ما صحبت. امین. کاش که همین خیلی شود. من با تماشابینان با مردم عزیز تاجیکستان مراجعت کردنی هستم که دوستان اون وضعیتی که عین حال وابسته به همین مسئله که ما دیدیم قرار داریم، این عیب همه ما و شما هسته. به مسئولیتی ما، کم نظری ما، دقت نکردن به اون مسئله جامعه که پیدا می شود، به همین حال ما را رساند که حکومت تاجیکستان دیگر به فکر جامعه شهروندی دقت نمیدهد، منفعت‌های خود را از منفعت‌های دولت، از منفعت‌های ملت بالا گذاشته با چنین اقدام‌ها دست می‌زند. وقتی که یک روزنامه‌نگار رو به یگان اساس زندانی میکنن، یگان مجله رو میبندند، روزنامه‌نگاران دیگر خاموش هستند. وقتی که یک ادوکات رو به یگان اساس گرفته زندانی میکنن، به مثال بزرگمهر یوروف، به مثال شهرت قدرت و به مثال فخرالدین زاکیروف، دیگر ادوکات‌های تاجیکستان خپ هستند. وقتی که یک دکتر رو هم خیل میکنن، دیگر دکتر رو خپ هستند. همین آورد ما رو به همین حالت، به همین حالتی ناگوار که ما مجبور میشویم که در شبکه‌های اجتماعی جمع شده این مسئله ها رو بررسی کنیم و درد دل خود رو گپ زنیم. آیا وقتی نشده است که
جامعه شهروندی تاجیکستان، اون اشخاصی که در مهاجرت هستند، در بیرون از حدود تاجیکستان هستند سرجم شویم و قطعا از حکومت تاجیکستان طلب نمایند که در اساس قانون‌های عمل کننده فعالیت کنند و اون قانون‌هایی که ضد مردم است و بر ضرر مردم است از بین برداشته شوند، bekor کرده شوند. bekor کرده شدن اون فرمان‌های رئیس بانک ملی، bekor کردن قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت و چون چیز دیگر نامی هم خود درازه سعیدان برآمد. ما شرم نمیدونم که این نام این قانون رو نمیدونم، برای که ضرور نمیدونم که این قانون رو من دونم و اذیت کنم، چون که این قانون رو من اعتراف نمیکنم. بسیار قانون‌های هست که حقوق‌های ما و شما رو محدود میکند. برادران، در آخر من یک سوال به همه شما دادنی هستم. آیا حکومتی که قانون عمل رفتارش بر مقابل منفعت شما هست، حقوق معنوی و قانونی مدیریت رو دارد یا که نه؟ آیا وقتی نشده است که این حکومت سرنگون کرده شود؟ با کدام راه؟ با راه قانونی، با راه سلاح، با یگان راه دیگر؟ این فکری هر یک شخصی شما هست. برای همین فکر میکنم که وقتی رسیده است که در مرحله پیش از انتخاباتی شما یک خلاصه بیایید تا اینکه با تمام راه‌های، البته من راه قانونی را در نظر دارم، این حاکمیت از بین برداشته شود و یک مدیریت تازه‌ای که به منفعت مردم است برگزار گردد. تشکر زیاد دوستان. خب باور کنید همین آخر سخن بسیار جالب اومد که به مصلحت با گفت این مفتشون به مصلحت پیشکی. خب دو برادر از اون سو من از ابتدا همین دعوت رو خواستم کنم و من میخواستم امروز، چون این دعوتی که من میخواستم این برادر رو کردن، من میخواستم یک خواهش خود رو بگویم که من میخواهم که در تاجیکستان دیگر امین رنگی رحمانوف کارشناس یک رهبر نشود که کارشناس تمام امور باشد و مخالفانش هم مخالفان هم مجبور نشوند که کارشناس تمام امور باشند و در تاجیکستان چنان رژیم شود، چنان وضعیت شود که هر یک شهروند تاجیکستان حق به نترسیده موقع خود را گفتن تواند، از موقع خود دفاع کردن تواند و من هم با این برادرها همراه شده تمام مشکلات ما در حاکمیت اولادی است، در حاکمیت خانوادگی است و ما ملتی هستیم که ارزش بهتری داریم و ما تا آن دمی که از این حاکمیت اولادی بیرون نبرآمده ایم هر روز با چنین مشکلی روبرو می شویم و هر روز مجبور می شویم که رنگی که اینا همه چوپان ها و پادبان ها امروز رئیسان بانک ها و وزیرها شدن، ما هم یک شاید کفشیرگر باشد و یک دیگر معلم و سیومش شاید یک حقوق شناس و یگان ساحه دیگر بیاییم و مجبور شویم در بانکداری و در اقتصاد و در همه جا مجبور باشیم که در مقابل همین کارشناس یگانه تاجیکستان در تمام امور ما هم کارشناس شویم. خب دوستان، تشکر از شرکت همه دوستان در این برنامه، تشکر از مهمانان اولی قدری که در خط بودن با ما، استاد ظفر صوفی، برادر ما محمد اقبال صدرالدین، با شما برادران تشکر زیاد و انشالله در روزهای نزدیک باز در موضوعهای دیگری نیز تحلیل‌های دیگری خواهیم داشت در این شبکه. با ما باشید. تشکر از دقتتان.